یک عطر گلی میوه‌ای شیرین مناسب فصل بهار و تابستون برای خانم‌های جوان که یک رایحه شیک و با کلاس بهتون میده. گورجس گاردنیا از برند گوچی. سلام، به کانال خودتون خوش اومدید. امروز میخوام در مورد گورجس گاردنیا از برند گوچی از لاین گوچی فلورا براتون صحبت کنم. امیدوارم براتون مفید باشه و به کارتون بیاد. برند گوچی طی سالهای گذشته با این اسم چندین بار این رایحه رو به بازار ارائه داده. در سال 2012، 2017، 2018 و آخرین نسخه در سال 2021 که ما داریم در موردش صحبت میکنیم. نوت قالب گل گاردنیا توی تمامی این نسخه ها وجود داره و یک تغییرات کوچیکی توی نوت های ابتدایی این عطر توی نسخه های مختلف اتفاق افتاده. مثلا شکوفه گلابی در کنار شیرینی شکر قهوه‌ای توی نسخه های جدیدتر ایجاد شده. در این نسخه 2021 شیرینی وجود داره که در نسخه های قدیمیش وجود نداشته. گل گاردنیا جزو گل‌های سفید محسوب میشه و جزو خانواده گل‌هایی مثل یاس هستش. توی این عطر در کنار گل یاس ترکیبی گلی رو ایجاد کرده و خب رایحه غالب هست و شما توی این عطر بیشتر رایحه گلی رو استشمام میکنید. توی فرهنگ اروپایی گاردنیا یک گل افسانه‌ایه و یک قدرت عرفانی داره. به خاطر همین مناسب خانم‌های جوانه و خیلی رایحه لوکسی محسوب میشه. طبعی خنک داره با آکوردهای گلی میوه‌ای تازه و مناسب استفاده توی روزهای گرم بهار و تابستون یا استفاده روزانه در فصلهای سرد سال. همونطور که خدمتتون گفتم توی این نسخه آخر رایحه شیرین شکر هم در کنار گاردنیا و گل یاس حس میشه و وقتی که شما این عطر رو استشمام میکنید شیرینی رو هم متوجه میشید. پس اگر از عطرهای گلی میوه‌ای شیرین خوشتون میاد احتمالاً از این رایحه هم خوشتون میاد. نظرات مثبت و منفی زیادی در مورد این عطر هست که میتونم بگم با توجه به تحقیقاتی که من کردم نظرات مثبت و محبوبیت این عطر بیشتر بوده. خیلی‌ها میگن خیلی مناسب خانم‌های جوان بین 18 تا 25 ساله، خیلی با کلاس، مناسب مهمانی هاست. البته که باز هم توی نظرها گفتن که مناسب روزه و برای شب زیاد جالب نیست. در مقابل گفتن که مثلا نظرات منفی گفتن بوی شامپوهای ارزون قیمت رو میده، یکی گفته خیلی کلیشه‌ای شیرینه، یکی گفته که بیشتر شیرینی استشمام میشه تا بوی گلی. ولی همونطور که گفتم خدمتتون نظرات مثبت بیشتره نسبت به این. اگر از این عطر استفاده کردید لطفاً توی کامنت ها در موردش برامون بگید که آیا راضی بودید یا نبودید و شما رو یاد کدوم رایحه میندازه و اینکه ارزش خرید داره یا نداره تا بقیه هم از نظرات شما استفاده کنید. همونطور که میدونید من توی این کانال در مورد عطرهای مختلف صحبت میکنم. سعی میکنم اطلاعات مفید و کاربردی رو توی ویدیوهای کوتاه براتون آماده کنم که موقع خرید بتونه کمکتون کنه. مرسی که تا اینجا ویدیو بودید. لایک رو فراموش نکنید و اگر هم کانال رو سابسکرایب ندارید لطفاً من رو دنبال کنید. ممنون. به امید دیدار.